سلام و درود دوستان عزیزی ما. چخیره که دیدی استادید قرار داریم ما در سری پلک بابای عبدالغفار تربوزی گیگانت. راستی گپ چون در سری راه بوستان کمسمول الکه دهخانه درست باز است که دهخانه ان همین منطقه تربوزاشون کنده فروورده فروخت در همون سری راه. با من به خودم گفتم که همین بابای عبدالغفار را پلکشون چی گپ شده باشه، نخواد تربوز اینکسم نپخته باشه، یک تربوز خوریم. گفته نازی بابای عبدالغفار تربوز خوری برام میگم تربوزی گیگانت میخواستیم اگه استعمال کنیم. وقت تعریفش میدن گیگانت میگون، شبم در خوابم میدرن گیگانت گفته، لیکن پلکشون واقعا به گفتی ازبکه جدا هم چرایلی یا نمود سرسبز است که هر یک نیهولش به کمش 3 تا 4 تا انداختگی تربوز اکو بازر میپرسیم چونکه این پلک چیکار کردن در مدت کوتاه گویم وایشو کجا که همجا کنیستر موندگی بودن که همین کنیستر این دفعه نمیتواند. گفته راست خب هرچی نگاه کردم که هم کنیستری که موندن در زیر پلک گوجا شده باشه. خیلی با خود شما میپرسیم که گوجا شده است، خیلی با میپرسیم که چه احوال است، چیکار کردن و اینش خیلی باز من طول 3 سال باز هست که با عبدالغفار نوار میکنیم دهخونه شونه، لیکن آب مانیشون من یکم بار دیده استادم که در پلکشون آب رفته است که خدا کند که این آب خداوند پر برکه کند، اینکه تمام مردم منطقه مسچو و هر کدام دهخانه که نموشد البته همه چیز با آب برپا هست. خدا کند که همگان با خیلی سیرابی شود و وطن سرسبز خرم شود. السلام علیکم بابای عبدالغفار. علیکم السلام بابای محمد جان، شما چه خیر؟ من بار دیگه تشریف آوردم بر سر پلک شما. رحمتی کلان شما اومدید در پیش ما انتظار شما بودیم. چند وقت بازه شما میبینیدم پلک چه خیلی است. خداوند چاکرگی پلک ما را راستی گپ زمین خالی را با خداوند همین خیلی سبزانده است که سببگارش شما بودید که همین خدمت کرد. همین چی چیزها چه رنج ها کشیدید در طول این چند مدت شد؟ ما از چندم 26 اپریل ما این تربوز کردیم. این به نظرم شما از هم آخران از این دهخانه همین ناحیه مسجد هم آخران ما کردیم تربوز. زنده باشید. که من خربوزه کردم 1 هکتار خودم در شد و خربوزی چمپیون 1 هکتار کردگی و اترا در شد. بعد ثانی اومدم آخران گرنگ یک آدمی چی میگم آدمی ماندشگی استخوانه آبشگی همه تربوز کردم. همین 230 کوادرات همین تربوز است. 230 کوادرات 23 سوتق بود همین تربوز ما حساب کردم. 230 کوادرات بود. خدا خواهد ما در این تربوز حاصلی اعلی درجه میگیریم. هر یک شخص وای محمد جان هر یک شخص برای بهبودی زندگی خود مبارزه باید بره. هم خیلی میان همین خیلی اگر هر یک شخص مبارزه نبرد برای زندگی خود، برای بهبودی کردن زندگی خود، وای شخصی چیزگون وای شخص وای یک شخصی خیلی ناموفق نگم خیلی در ناموفق در حیات. البته میبینیدم پلک ما چه خیلی سرسبز است. پلک ما اونجا نیم متر شدگی من کنیستر موندگی شما بدیدم کنیستر دوای طرف زمین موندگی است. من خواهد از برده نشون میتونم پروستا چیگم کجا و کنیستر در پلاش 2-3 تربوز کلان است و بیزه و نشون دادم و تربوز. خوب من خدا خواهد انشالله خدا خواهد ما تربوز روز 10 ایول جمع آوری میکنیم. در همون وقتی جمع آوری تربوز ما همون کنیستر با همون گرد اطرافش چند تربوز در همین ویدیو شما نوار کرده تمام مخلصای ما همه چیز میبینن. البته ما یک خیلی دروغ نمیگیم، فریب نمیکنیم، فقط حقیقت راست همه چیز دیده. ازبکان دهشت میگو دهشت فهمیده؟ ازبکان این چیز دهشت میگو. زمین ما یک دهشت هم گویم خطا نمیکنیم. بهترین نه شما دوستا نوار میمادر انتظار میشه. خدا خواهد تا اون دم اگر کسی که مهمان باشد در کانال ما اگر برای شما تنقیصی نباشد یک ابونه شوید، یک لایک مونید، یک کامنت خوب نویسید برای شوقمند هوسمند شدنی بابای عبدالغفار که بوی اون خیلی نوارها را دیگرگون کردنش. ما خدا خواهد نواری میموندگی بسیار یک نواری عالی جناب میکنیم. ما فقط
چیز گفتم تاجیکستان به پیش مسشا به پیش گفتم وای میکنیم خدا خواهد زنده باشید. من راستی گپ نفهمیدم که برای چقدر شما دو تا این قطیای دوره برای ما نشان داده چی میخواستید گویا در بابت همین دوره دوره بهترین اکو ایزابیون اکو پوتاس самый лучший в мире, короче, вот это турецкое производство, вот это мне привезли ребята с Турции, вот эко потас اکو ایزابیون. اگر شما انگلیسی خوندن توید همین چیز نیست دیگه همینجا ekopotas hosilni yiriklashtiruvchi kaliy o'g'it. Xulosa ya o'zbeki نویسید. ما همین چیز آوردگی در یک جا 100 بانکا اگر آدمایی میگرفتگی باشن ما آدرسش میگم کجا این چیز بسیار چیز خوب است. این چیز باشد اکوپوتاس باشد این اگر آذربایجان شدگی من 7 مرتبه استفاده بردگی همین تعریف شما گرمی دینانگیر دیده چه خیلی بود بسیاری پلاکا غلطی زمین با چندی آدمو ما زنگ چوک نمیگفته این چیزا نیست در جمهوری ما برای سال من دستاوردی هم این آدمو زنه استفاده بره خدا خواهد ان شاء الله آینده ما همین چیز تشکیل میکنیم بهترین میشد برای چی گویم سری وقتی یک غذای درست دادن تربوزا اینا اکوپاتاس نویسیده است که برای کلان حجم کلان کردن استرس نمیاد اون خیلی مشکلات میشد گویم همین نیهول استرس میگرفته است و گفتی همین دیخونو حویس نیمت میکرد است. خلاصه چندین آدما ما زنگ زدن گفتن که همین تربوزی شما گفتن یک زمین هست که برای مثال بیده بودگی این زمین بیده بودگی نیست برادرها این زمین پرزنتی است از جانبی پرزنت کشور جدا کرده شده است همین زمین همین 230 کوادرات زمین من حساب کردم 23 ساته آروی همو ویاش این زمین برای مثال چند سال هم که زمین ایستادگی بود من همین زمین گرفته 200 کیلو امفوس چاشیدم 4 نوامبر حتی در روای های در نوارهای من شدگار کردم زمین من از 4 نوامبر تیاری دیگه این زمین برای تربوز کوریدن همین زمین پیشتمی تربوز و حاصل خوب گرفتن باید دهقان از تیرماه شما خودتون شاهد بودید ما زمین خربوزی چمپیون شدگار کردیم 4 نوامبر بودن نوار کردیم نوارهای ما های در اینترنت در یوتیوب های در کانال یوتیوب های در کانال بابای محمد جان یک شخصی بهترین گیم خطا نمیکنه ما من تعریف ارزنده تعریف نیستم میندار هستم من از نام خودم از نام تمام مردمی تویستان خصوصا مردمی دهقان که راهبر کشورمون محترم جناب اولی برای هر یک شخصیت برای دهقانو مخصوص زمین های پرزیدنتی داده هستند که یک زیست و زندگیشون خوب کننده از همین زمین ثمرناک استفاده برده یک حاصل هم برای خود هم برای مردم پیشنهاد کنن گفته زمین ها جدا کرده هستند خیلی میندار هستیم خدا نگهدار اون کس باشد و کسانی که میخواهند از تجربه بابا عبدالغفار چون هر بار نوار میبینیم میگن که رقم بابا عبدالغفار برای ما گوید 92 755 34 60 میتونید در همین رقم زنگ زنید بابا رو سرشون گرم کنید از سوال بورکشون کنید دیگه گفتی کنید که وقتی سرخوری نیاوند خیلی با یک خدا خواهد انشالله هم استرس ها سینما شد والنین گم شد انا دیسادت خدا خواهد 20 روز دیگه ما تربوزهای میبروریم تربوزهای بهترین شیرین ترین کسی نصیب کسی باشه خدا خواهد ما تربوزی در همین پیش بازار منطقه یکم میفروشیم یگان جا نمیبریم برای همین مردم خدا ما خدمت میکنیم تربوزهای شیرین ترین بهترین اعلی صفت خدا خواهد انشالله و یک چیز گفتنی هستم که همین شما میبینید همین چیزا همین چیز حقیقت است بای محمد جان من یگان خیلی تعریف نمیکنم یگان کسا همین شخص برای مثال برای مردم مسجد خدمت کرد سودا همین شخص برای مثال همچون من یک دهقان من منتدارم در این شخص خودم برای مثال آدمی که اگر مهنت کند برای مثال همین آب دیدید همین آب امساده برای مثال نه آب ما این برای مثال این بای کارگینه یگان زکاس پکاس آب خودش برای مثال مبتدیل است قریب مبتدیل است گیم خطا نمیکنیم یگان میشد این واسطه تکنیکی میشد یگان تکنیک اول میشد آب نمیشد برای مثال باید مردم خودش همین چیز برای مثال آبدار میگن باید آب داشته پیش آبش خور رفته آب تیاد زمینش آب برو رفت
نه فرام قشلاق خاره بود با برود بود که آب نیست بود. ما همین خیلی گپ به درازا خیلی می ندارستم از ساحه آب که هم خیلی آب کم هم باشد که تعمیم میکنن برای مردم. خیلی گپ دیگه به درازا نمیکنیم. یک از احوال خربوز چمپیون هم دیدن میکنیم بعدا خداحافظی میکنیم دوستو. برادران میبینید تربوز پلک خیلی است. همین مانند اکیان شده همینجا. مانند اکیان با نشان ته باید محمد جان. همین دیگه اکیان با خدا خواهد انشالله 2000 تا تربوز است اکولا. همین بیاریم و کانت داز میخیزه. خدا خواهد بعد تا دهمی این چیز ما نشان میدیم تا دهمی ایول خدا خواهد. همین پلکی ما میشینه کانتر با اکولا همش میبرد نمایان میشه. همین تربوز دیستا دیده همش همین خیلی تربوز میبرد تیک زمین مانند اکولا میبرد که اکیان. همین اکیان هم گویم خطا نمیکنه این چیزا. خدا نگهدار شما باشه ابو عبدالغفار. برای خوشخانتان مخلص ابو عبدالغفار حتما کامنتاری خوب بگذارید. التماس کامنتاری بیزیب نمونه چون من کامنتاری بیزیب اول برای من میاد من اون رو حذف میکنم با همون خاطر هر کس نیت پوزیتیو نشه دوستو. خانه خوب بود. من پلکی چمپیون گویم خربوزی چمپیون امسال کسانی که خواهند تخمی از پلکی همین دو چی گویم تخمی چمپیون دسترس کنن میتونن با ابو عبدالغفار زنگ زنن. خدا خواهد امسال تشکیلش میدن تخمی چمپیون با لوبا جا دستافکا میکنن. ده خربوز زوره در اینجا برادران میبینید نه پلک خربوزی چمپیون دیستا دیدن چمپیون خربوز همش توری دیستا دیدن همش توری. من یک چیز میگم بیا آدما 24 منو باور نمیکنه همین چیزا. انا همین کی پات میگیره با مجانا انا کلیونکا دیستا دیدن زمین 20 روز باز آب خوردگی نیست است. پلک دیده چه خیلی است. همین خربوز 3 بار آب دادیه. من دروغ نمیگم پروسو خربوز کسل است. با یک کسل گرفتار شده است که این کسلی بسیار مشکل است. چندین برادران من از دوشنبه زنگ زدم برای مثال از نوای همدانی همین کسلی و ما گرفتار شده است. ما همین کسلی برزید همین کسلی مبارزه برسادیم همین کسلی رو یابیم چون که من همین سال آخران اومده بس میکنم همین چیز ترک میکنم همین خربوز کاری ترک میکنم زمین. انا خربوزای میبینید چی کردن من خربوز من دیسکو دیدن ریزش خیلی باید من خربوزو این طرف ببینم خربوزی ما 20 روز باز آب دیدگی نیست. خدا خواهد ما انشالله چه با آب ایسا به آبی است یا اینکه تجربه شما به آبی است؟ من همین خربوزه رنگش دیدن سیاه است یا کبود است سبز است سیاه سبز خربوزه اگر همین دهقانه اصیل باشن با اگر همین منطقه سیم اگر با بسیارتر دهقانه اصیل همون طرف انده است اگر دهقان اصیل باشد نه همین برگ بینید خودش خلاصشو براره. زمین سیاه حاصلته زمین است. من چیگم تعریف نمیکنم چیزی من همین چیزا برای مثال 3 بار آب دادگی یک آب زیاد دادگی نرمش زیاد آب دادگی انا آب انا زمین انا یگون خیلی آب پر نیست زمین سخت سنگی شده بیتون بوری نه دیگه تکش ملایمه شبا خربوزه یک چیزی است که بسیار نازک است. ولی بسیار برادران من زنگ میزنن میگن که خربوزی ما مرده است خربوزی ما خیلی ما چا کنه. من شما ببینید خربوزی میبینید چلا من یک چیز گفتنی هستم که و محمد جان همین خربوزی در ناحیه این مسجد خصوصا در این منطقه یکم اصلا از 20 مارس تا 1 اپریل کوریدن در کار بوده است. چون که ما شما دیدگی بوده 13 اپریل نمور کردیم بوده ما 13 14 15 اپریل کوریدگی بوده خربوزی ما دیر کردیم 15 روز. اگر همین در خاک تس میکوریده خربوزه به هر چخل کسلی دوچار میشده است. فهمیده؟ به هر خیل کسلی. چون که من یکمین بار در همین ماه اپریل 15 اپریل خربوزه کوریدم وجه نتیجهش دیدم من. فهمیده؟ نتیجهش دیدم نتیجهش بعد از بسیار اما التماس میکنم این برادران دیده نمی کسل دوچار شده نمی کسل هستم این کسل آبچک میگم آبچک اوبلا برگ اوبلا میکند کو نه این کسل اوبلا میگم این یگان متخصص این کسلی تبابت کارگی نیست است.
یگان متخصص تاجیکستان نه ازبکستان یگان کس همین امیدوار هستم که اگه خدا خواست فرداریم ما مصلحت کردیم خدا خواست اگر به جمهوری ازبکستان یک متخصص بسیار خوب است در اونجا ما میریم خدا خواست ما همین کسری توبه میکنیم ان شاء الله شما دیسیان چی خیلی گپ به درازا نمیکنه مخلصان همین خربزی چمپیون میرسونیم که خصوصا مردم جنوب همین ترک در ولایت ختلان میگم بسیار خوب میشه چون که اونجا گرمی است نوحه مسجد نظر به طرف جنوب سال چیز میگم بود هواش به طرف گرمتر است همین تخم چمپیون در همون طرف بسیار خوب میشه اگر کسانی که تخم برای مثال خریداری کنن ما زنگ زنم ما همین تخم چیز گم میتونیم اون شخصانی که ما با میکنن ابرشاست میکنن ما همین تخم دستافت کنیم اون دوشنبه و من خودم همین تخم میگیرم گارانت 100%. یگان خیل به یگان فریب ما پولی حرام در کار ندارم همین چیز عد دوشی عدلم برآورده راست کار میتونم لوبا انسان با کسی در کار باشه دیگه. دوستان خدا نگهدار شما ویدیو ما کمی به طولانی شد میندار هستم از بابا عبدالغفار که تجربه هاشون اگرچه در هر نوال ممکن یک تجربه برای ما دیان به همون خاطر اکتفا میکنیم خدا نگهدار شما دوستو دعا کنید تمام دهقانا در سیمه بابا عبدالغفار من دعاگو هستم برای تمام دهقانه کشور عزیزمون چی دیگر در دیگر منطقه ها به دیگه ها که همین پلکاشون خداوند سرسبز کنند حاصل خوب رویانند و با بزرگهای جمهوری پیشنهاد کنند که تا اینکه دیگرها نیز بهره‌وردشان از همین تربوز و خربزه‌های دیار. خدا نگهدار شما باقی سربلند و خانه‌آباد باشه. خدا خواهد این دفعه وقتی پختن محصولات همین زمین اومده با یک نوارچه میکنیم. خدا نگهدار سربلند و خانه آباد باشه دوستان عزیز ما. من ابو عبدالغفار خیلی خوشحال هستم از ریزی همین تربوزشون چون به گوشه نگاه نکنه دیگر چمپیون به پیش. خدا نگهدار.